مراسم تشییع و خاکسپاری محمد حسین جمشیدی و علی فرجی از جانباختگان اعتراضات سراسری روز جمعه در گورستان حصار کرج برگزار شد. محمد حسین جمشیدی 23 ساله شامگاه جمعه 19 دی ماه 1404 و همزمان با اعتراضات مردمی در محله حصار کرج به دست نیروهای حکومتی کشته شد. در همان شب و همان منطقه چند جوان دیگر از جمله علی مرادی، علی رحمانی و کامیار نصاری هم جان خود را از دست دادند و شماری دیگر زخمی شدند که تاکنون اطلاعاتی از وضعیت آنان منتشر نشده. وظیفه منه بهشون شاباش بدم. این دو داماد درسته جسمشون خاک میشه اما اسمشون پایدار میمونه. آقا گوش کن ساکت. نصر من الله و فتح قریب. نصر من الله و فتح قریب. چی؟ مرد با غیرت با وجود مکرم حفظ کنی قدرت شد مکرم مخلصی آمدی خیلی خوش اومدین آقا خوش اومدین خوش اومدین آقا خوش اومدین خوش اومدین خوش اومدین خوش اومدین خوشیم آجامل پدر شهید پدر شهیده آجامل پدر شهیده نوکرتم پدر شهیده آجامل پدر شهیده نوکرتم داداش فدات شم شهیده آقا شهید وطنت بچه به رحمت مهربانی و عطوفت خودت
از محمد حسین ما درگذر و او را در بالاترین جایگاه قرار بده. برای اینکه هممون از محمد حسین کوچکترین دلخوردگی نداشته باشیم، به افتخارشون دست مرتب بزنیم. زحمت کشیدیم، خوش اومدین عروسی محمد قربت کن یالمه، قربت کن بچمه، قربت کن اگر روی خطایی دیدی. جز خوبی چی ندیدی؟ جز خوبی و معرفت. عروسی محمد حسین اومدین، تشکر میکنم از همه تو. من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم، من اینجا تا نفس باقیست میمانم، من از اینجا چه میخواهم نمیدانم. امید روشنایی گرچه در این تیرگی ها نیست، من اینجا باز در این دشت خشک تشنه میرانم، من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی گل برمی‌افشانم، من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه چون خورشید سرود فتح میخوانم و میدانم تو روزی باز خواهی. حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن همراه ما هستند. مطمئنم شما همراه ما این ویدیو رو دیدید. آقای قاضیان، نقطه عطفی بود این پایداری و این شجاعتی که از خانواده‌های دادخواه داریم می‌بینیم در مراسم ختم جانباختگانشون، عزیزانشون. به دفعات داریم می‌بینیم در مراسم تشییع جانباختگان سوگواری مذهبی که سالها ترویج می‌شد از سوی جمهوری اسلامی داره جای خودش رو به شعار سیاسی میده، به دست زدن و حتی شادی نمادین مثل همین مراسم عروسی نمادینی که دیدیم. این تغییر شکل مراسم رو چطور باید ارزیابی کرد؟ دلیلش چیه؟ هم میتونه دلایل سیاسی داشته باشه، هم دلایل فرهنگی. به این معنی که خب اینا در یه حادثه طبیعی یا یه تصادف مثلا کشته نشدن، اینا به دسته رژیم جبار و جنایت پیشه کشته شدن، اونم در اعتراض برای به دست آوردن حق پایه و اساسی هر ملتی، یعنی حق تعیین سرنوشت، حق اینه که ما حکام خودمون رو خودمون انتخاب کنیم و بتونیم هر وقت لازم بود اونا رو به صورت مسالمت آمیزی برکنار کنیم. وقتی حکومتی چنین اجازه نمیده، وقتی حاضر نیست به مسالمت کنار بره به خواست مردم و نه تنها این کار رو نمیکنه بلکه اونها رو به گلوله میبنده و اونها رو در اعداد چند هزار نفر میکشه، اونم با شقاوت و بیرحمی و قساوتی که دیدیم، اون وقت دیگه اینا وقتی میرن سر مزار نمیتونن فقط این رو به یک مراسم سنتی سوگواری تبدیل کنن. اینجا جای اعتراضه، جای اینه که بگه شما ما رو میکشید ولی زندگی رو نمیتونید از ما بگیرید. زندگی در این حلحله و شادی سیاسی است که ما داریم، در غم عزیزانمون سوگوار هستیم، ولی شادی ما میگه زندگی اونها ادامه داره و زندگی اونها علیه شما ادامه داره و ادامه خواهد داشت. این از بعد سیاسی بنابراین نشون میده که میخوان بگن که شما ما رو نمیتونید بشکنید، نمیتونید ما رو خرد کنید. از نظر فرهنگی هم هست، چون بالاخره سوگواری در جامعه ما عمدتاً تحت تاثیر فرهنگ سوگواری اسلامی یا شیعی شکل گرفته. اونا میخوان یه جوری بین خودشون و اون نوع از فرهنگ که با فرهنگ یا با خورد فرهنگ حاکمان ما هم قرابت داره یه جور فاصله‌ای بگیرن. نمیخوان اون مراسمی رو که نوع خانان اون سمت برای کشتگان اون سمت اجرا میکنن تو مراسم خودشون داشته باشن. اونا میخوان بگن ما با شما فرق داریم. بنابراین این گل پرپر شده دیگه هدیه به رهبر نیست، هدیه به میهنه. یا وقتی از نصر من الله و فتح قریب حرف میزنن
دارن اونو میکوبن تو صورت کسانی که با اینا اونا رو کشتن. بنابراین میخوان یه جور فاصله بندازن بین خودشون و اون رژیم سیاسی که اونا رو کشته و اون فرهنگی که توی سوگواری با اونا ارتباطی داره. برای همینم نمیگن جوان ناکام، میگن که جاویدنام. اینا میخوان فاصله بندازن از این طریق بین خودشون و نظامی که حاکمه. آقای قاضیان، حضور گسترده مردم در این مراسم و سر دادن علنی شعار علیه حکومت و شخص علی خامنه‌ای بدون ترس آشکار چه اثراتی میتونه داشته باشه برای آینده کنش جمعی و اعتراضات در ایران و مخصوصا این انقلاب ملی ایرانیان؟ من فکر کنم این یعنی اینکه اون ترسی که قبلا ریخته بود، اون حکومتی که در ذهنها سقوط کرده بود، با این کشتار هم نمیتونه ترس رو در دل مخالفانش مستولی بکنه. چون میدونید سال هاست که مردم در جاهای مختلف از صف نونوایی تا توی اتوبوس و تاکسی هر جایی که برسن از بالا تا پایین این نظام سیاسی رو به فحش و بد و بیراه میگیرن، اونم با بدترین و رکیکترین کلمات. به این معنی نظام اعتبار و آبرویی برای بسیاری از مردم نداره وقتی به این حد میرسه. یعنی که مردم فرمان بردن از اون رو نامناسب میدونن، قبول نمیکنن که ازش فرمان ببرن و این معنی دقیق فرو ریختن مشروعیت یک نظام سیاسی. وقتی مشروعیت سیاسی فرو میریزه یعنی به یک معنی حکومت در ذهنها و دلها سقوط کرده. حکومت فقط با قدرت میتونه حکومت کنه و این روزها با کشتن. پس این ترس قبلا در دل مردم فرو ریخته، فقط اینجا تظاهر بیرونی خودش نشون میده. همونطور که یه روزی با بد و بیراه رکیک به بالاترین مقامات خودش نشون میداد، امروزه با این نوع از سوگواری و فراخوندن نام رهبر به بدترین شکل ممکن و با محکوم کردنش داره خودش نشون میده. یعنی شما ما رو میکشید اما نمیتونید تو دل ما ترس بندازید، چون شما سقوط کردید. فقط مونده سقوط واقعیتون در صحنه عمل. بسیار ممنونم از شما حسین قاضیان، جامعه شناس که از واشنگتن همراه ما بودید.